اسرائیل غازیف از زمره دیقانان صاحب تجربه کارخانه واحد تعلیمی تجربوی شهر حصار میباشد. او اعضای بریگاد یکم و شغل دوست داشته‌اش سبزوارکاری است. در میدان‌های در اختیار داشته‌اش پرورش سبزوات و پالایزی‌ها را از قبیل سبزی و شلغم، ترب و کرم، جواری مکه برای دان و دیگر محصولات کشاورزی را به راه مانده همه سالت درآمدی خوب به دست می‌آورد. نیم گهتار ده گندم کارده بودم. 40 خلطه گندم گرفتم. من جایش با انا چی کاردگی جگاری کردم موندگی 15 ساعت به کادو کردم 15 ساعت به کادو کردم کادو من چینده آورده اینجا موندم من کارتوشکا هست همش کردم برای همین بازار به برآوردم با حاصل یکم نقص شد من تیراما با من سبزی و مثال ترب و شلغم و کرم کردگی مو زراعت ها بسیار شود من بازار با برآورده ارزانی شود خلق با مثلا جو نشود. سرساهر بودن در روند خواجگیداری افضلیت‌های خود را دارد. دیقانان کارخانه واحد تعلیمی تجربوی شهر حصار این روند فعالیت کشاورزی را انتخاب نموده به کامیابی‌های استحصالی نائل گردیدند. این سال ما 90 گکتار گندم کشت کار کرده بودیم که حاصلناکی‌اش نقص جمع‌آوری کرده و کشت تکراری قریب 100% زیاد ما کشت تکراری کردیم که نتیجه کارتوشکا، کرم، شلغم، تور، اومکه من کوردگی لوبیا دیگر نمودهای محصولات که من دیده که دهقانان کشت کار کردن بسیار حاصلناکیشون نقص ما کوشش میکنیم که در تامین عضوخواری همون مملکتمون سهمگذار باشیم. کشاورزان این کارخانه که اساساً با توسعه عالمان دانشگاه اگرایی تاجیکستانی به نام شینشاه شاه تیمور کشت و پرورش تخم زراعت‌های تجربی را برآ می‌مانند امسال با پرورش پخته اهمیت مخصوص ظاهر نمودند. چینش پخته رفته شده است. کارگرها با جای کار تامینن کارگر دائمی داریم حشرچی داریم که یاردم میکنه وقت پخته چینی با یک وقت اوقات خوراک گرم تامینن هر بیگانی دسته ترازو هر یک کارگر کیلو کشیده پول پخته‌اش را گرفته شده است. این سال نیت داریم که حاصلناکی 30 سانتی زیادتر جمع‌آوری نماییم. زیاد شدن میدان کشت پخته برای پیدا شدن جای کاری موسمی برای زنان دهات مساعدت نمود. موسم غنیچینی پخته نیز در خواجگی خوب جریان داشته حق چینش آن سری وقت تامین می‌گردد. مثلا دسته ترازو پول پخته اون میتن در این پولی من دادن ده این چیز که مثال هر نه 100% ما می نداریم می خیر راهبرا که در تاریخ ما همین زنکای خونشین صاحبی مبلغ پول خیر مثال از زندگیشون شید اگر خیر تا 250 کیلو پخته میچینن زنکای هستن. اهل زحمت کارخانه تجربی در نزد خود تنها یک مقصد دارند. موسم امسال را با نشان دهنده‌های بلند استحصالی جنبست نمودند در غنی گرداندن بازار داخلی مملکت سهم ارزنده گذارند.